کنکوری هم که انجام دادیم امروز مسابقه با دکتر علی آبادی ریاست سازمان تبریک بدیم مبنی بر واگذاری سهام دو تیم پیروز استقلال به بخش خصوصی بود که امروز واگذار شد. این صحنه اینجا خانم با پژو رد میشه و برمیگردن نگاه اینجا درگیری انجام شد. من فکر کنم توپی که اینجا خورد به علی پروین این دعوا رو تشنج ما گزارش بچه‌مون در باشگاه خبرنگاران برامون خبرگزاری مهر برامون گرفتن که تشکر می‌کنم ازشون. مصاحبه کوتاه رو با هم میشنویم بعد من میگم برمیگم که این بازی رو ببینیم. بچه‌های ما اینو من خوب نمی‌خواستم حرمت‌ها شکسته شه. بچه‌های ما تو درگیری 3 نفر بودن. اخوی آقای دایی به اضافه 20 تا پسر کارمنداش اینجا بود که تو فکر کنی چی زدی که علی پروین وقتش رو صرف تو کنه. ببین ما 50 نفر ما سینا رو من حساب نمی‌کنم که بخواد علی دایی گندشون باشه. آقای سعد نصرانی تشریف آورد. سلام آقای سعد نصرانی. ببین من هنوز ما تیم تامین یه تیم باخته یقه من میگه من تازه قرارداد امضا کردم. تلفنی داریم با شاه غلام. سلام شاه غلام. وکیل ایمان داشته باشی فقط به قادر مردمان شیراز توی تیم میمانم. ایمان داشته بودی تیم سال لیگ برتر میمانه. آقای کروکندی شما اصلا خبری ازتون نیست. ببین منم ساختی خوب شهرداری من دارم واسه لیگ آزادگانه در دست گرفتم. خب یه سری ناملایماتی که در لیگ برتر بود متاسفانه ما 8 سال مداوم با زوبان کار کردم ولی واقعا دست موزیک مربی نبود. آقای حاج رضایی شما بعد تیم ملی چه می‌بینید؟ ضمن عرض احترام با آقای دایی و کاروانشون ابتدا بایش عرض کنم راهی که ایشون داره میره کم اشتباهات مفرط رو داره. ابتدایشون باعث در ادبیات به کار است تیم. آقای دایی شما این حرفا رو قبول دارید؟ ببینید نه شما باز میخوام مثلا حساب این حرفا مثل تیمی که اومده بازی کرده بازیکن کلاس میذاره برای تیم ملی. آقای آسمیان ما عذر میخوام ببخشید میگیم بیا میگه میام از اون ور دنیا بعد ما با آقای عذر میخوام ببخشید کریمی میگه من بعد برسم تهران فکر میکنم مگه تیم ملی فکر کردن داره. آقای قرنی امسال میگن خوب تیم واسه خدا رو شکر امسال بعد از این همه حاشیه‌ای که تو استقلال بود امسال در دست گرفتیم. فقط یه خواهشی داریم آقای فردوسی پور یه ذره ما رو از زیر ذره‌بینش خارج کنه بذار ما به حاشیه کارمون انجام بدیم. و آقای قطیان که تشریف آوردن. سلام آقای من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامیتون. من فکر می‌کنم که بازی خیلی خوبی بود. قلب شیک این تیم داره، قلب قهرمانی تیم میتپه. یک کاراکتر خیلی خوبی داره کریم تو میانه میدان. این خیلی برای تیم بزرگه. این خیلی خوبه. آقای مجید جلی هیچ خبری از شما نیست. اون شوها و اون ملاک‌ها که تو تیم باید باشه نیست. ما ثباتی رو تو تیم استقلال ندیدیم نیمه اول. این خیلی بده برای تیم. گزارشگر شیراز چطوره؟ پرتاب بلند علیزاده و توی دروازه حالا یادداشت می‌کنید در دقیقه. گزارشگر اصفهان چه خبر؟ اونم مسئله دروازه صبح باشه توی دروازه قرار میگیره و یخ بازی در 8مین دقیقه از این دیدار شکسته میشه. دیگه چیزی مرسی. آقای خیابانی شما یه نظر بیار. خیلی ممنون. من میگم 2-1 میزنه بریم به ورزشگاه آزادی اسامی بازیکن‌ها لیگ برتر رو دارن اعلام میکنن بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. مرسی. تامین زد تیم پیروزی تهران با ما شهر رامین با استقلال شما هیچ گونه قراردادی ندارم و همچنان در این تیم ماندگارم. مرسی.